کندل انگالفینگ چیست؟ کلمه انگالف یعنی بلعیدن. پس کندل انگالفینگ به الگویی گفته میشه که در اون یک کندل بزرگ به طور کامل بدنه کندل قبلی رو میبلعه. انواع انگالفینگ. انگالفینگ دو نوع اصلی داره. یک، بولیش انگالفینگ، بلع صعودی، در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشه. کندل اول بدنه کوچیک و نزولی قرمز، کندل دوم بدنه بزرگ و صعودی سبز که کامل کندل اول رو میپوشونه. نتیجه نشانه ای قوی از برگشت قیمت به سمت بالا. دو، بیریش انگالفینگ، بلع نزولی، در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشه. کندل اول بدنه کوچیک و صعودی سبز، کندل دوم بدنه بزرگ و نزولی قرمز که کامل کندل اول رو میبلعه. نتیجه احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی. شرایط تشکیل صحیح انگالفینگ کندل دوم باید حتماً بدنه بزرگتری از کندل اول داشته باشه، نه فقط سایه. کندل دوم باید کاملاً بدنه کندل اول رو بپوشونه. شادوها مهم نیستن. ترجیحاً در نزدیکی ناحیه حمایت یا مقاومت قوی اتفاق بیفته. حجم در کندل دوم معمولاً بیشتره، نشونه قدرت برگشت. روانشناسی پشت انگالفینگ برای بولیش. فروشنده ها در کندل اول بازار رو پایین میکشن، اما در کندل دوم خریدارها کاملاً کنترل رو در دست میگیرن و قیمت رو بالاتر از کل محدوده کندل قبلی میبرن. برای بریش خریدارها در کندل اول بازار رو بالا میبرن، ولی ناگهان فروشنده ها در کندل دوم قدرت کامل میگیرن و قیمت رو تا پایین تر از کندل قبلی میکشن. تفاوت با سایر کندل ها: الگو وابستگی به سایه ها، اعتبار برگشت. هامر سایه پایینی بلند مهم است، متوسط تا زیاد با تایید. انگالفینگ فقط بدنه مهم است، زیاد، ویژه در سطوح کلیدی. دوجی، بدنه بسیار کوچیک نشانه بی تصمیمی، نه برگشت قطعی.